فیلموفرانی مؤسسه دولتی خطلون سینما 5 سالگی فعالیتشان را با برگزار نمودن جمع آمد ایدانه امروز جشن میگیرند. یادآور میشویم که در این دوره اهل ایجاد تلاش ورزیدند تا یک قطار فیلم‌های گوناگون ژانر رو پرمضمون رو روی پرده سینمای ملی بیارند و در رشد و انکشاف ساحه سهم خویش را گذارند. با مقصد تجلیل از فعالیت 5 ساله مؤسسه دولتی خطلون سینما در کاخ لاهوتی شهر باختر چوربینی ایدانه دایر گردید که در آن رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، هنرمندان تئاتر و کینو، دوستداران زیادی فیلم‌های وطنی و دیگر مهمانان شرکت ورزیدند. قبل از نخست نمایش فیلم هنری ناموس برآمد کنندگان عاید تأسیس و فعالیت نظررس مؤسسه دولتی خطلون سینما و عموما رشد و پیشرفت ساحه سینمای ملی در سالهای صاحب استقلالی کشور حرف زده فیلموفران را تبریک و مبارکباد و در فعالیت من بعدشان برای کامیابی‌ها را تمنا نمودند. سپس در وضعیت تنتنوی یک قطار نقش‌آفران، کارمندان تکنیکی و ایجادی و آنهایی که در تبلیغ و پیشرفت فعالیت مؤسسه تهیه فیلم‌ها سهم گذاشتند با مدال جشنی، سپاسنامه و دیگر تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. مؤسسه دولتی خطلون سینما در برابر دیگر مؤسسه‌های دولتی سینما آفری، یعنی که در تاجیکستان علاقه نام خود را دارند، جای خود را دارند و اینها توانستند با واسطه فیلم‌های خود در تاجیکستان عزیز نام خود را بلند بردارند و تمنای اون را دارم که خطلون سینما نه تنها در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان با فیلم‌های خود تواند که تاجیکستان عزیز ما را در عرصه جهانی یعنی بین المللی معرفی نماید. من خیلی خوشحال هستم که با خطلون سینما همکاری دارم. یک فیلم هم با نام روزنامه‌نگار یعنی ژورنالیست گرفته بودیم. باز یک فیلم پررأی یعنی آماده نماییم از نام خطلون سینما و من با اطمینان یعنی کامل و خوشحالی دعوت اونا را قبول کردم و باشد که روزهای نزدیک یعنی ما همکاری را شروع میکنیم. همینطور همچون تحفه ایدانه فیلم هنری ناموس پیشکش تماشابینان گردانیده شد. یادآور میشویم که فیلم مذکور از حیات جامعه امروزه گرفته شده بیشتر از همه قدر و قیمت آدمی را انعکاس مینماید. در فیلم هنرمندان شناخته تئاتر و کینوی تاجیک و هنرمندان تئاتر ولایتی